در شروع هفته استودیوی مرکزی رادیو آزادی در پراگ شما را با اخبار تازه شناس میکنیم. شعله گلخوجه هستم و 15 دقیقه همراهتان. نخست میبینیم که در برنامه 9 ایول چه موضوعها را داره. مقامات انتظامی میگویند 10 زن را در بدن طفل 9 ماه مادرش جای کرده است. در دوره تفتیش زن را از نزد کودکش دور نکردند. نرخ دولتی خوب است اما نه بر ضرر تاجران. صاحبکاران میگویند تنظیم نرخ باید از 3 سال کننده شروع شود. اگر ارزان شود ارزان شود. آیا رقصیدن جنایت است؟ در ایران به دختر 17 ساله برای رقصیدن در اینستاگرام 4 سال زندان و 80 شلاق تهدید میکنند. بعضیا این رو ماهیت جمهوری اسلامی میدونن که اساساً با شادی مخالفه، اینطور که میگن. و ما آغاز میکنیم از آن که در نیروگاه عظیم برق آبی راغون 4 روز پیش نخستین چرخش را نصب کردند. دفتر مطبوعات دنیپر سپیس گیدرمونتاژ میگوید وزن چرخش 150 تن است و نصب آن در شرایط بسیار سخت صورت گرفته است. طبق نقشه چرخه باید روز 16 نوامبر امسال به کار درآورده شود. نیروگاه راغون نومین نیروگاه در سلسله نیروگاه‌ها در دریای وخش است که در 110 کیلومتری شهر دوشنبه قرار دارد. در صورت به کار انداختن آن تاجیکستان میتواند احتیاجات خود به نیروی برق را کاملا برآورده سازد. مقامات انتظامی نسبت یک مادر 26 ساله پرونده جنایتی باز کردند. مهیا کریم و ساکن نویه رودکی برای برقصدان جا کردن 10 سوزن در بدن پسر 9 ماهش مدثر کریموف متهم می شود. این زن به خاطر از روسیه به تاجیکستان برگرداندن همسر مهاجرش به چنین کار دست زده است. هفته گذشته پزشکان قره بالا در نخستین جراحی 6 سوزن را از جسم کودک بیرون آوردند. حجم جراحی یک بار در حجم کلان گذراندن غیر امکان بود. در عین حال سوزن هایی که در داخل کاسه‌خانه سر و در داخل شکم بود اونها را نرسیدیم. من چنین خلاصه آمدیم که همین بدن آینده میبینیم اگر احوال کودک بهتر شود ممکن در مرحله دوم جراحی گذرانده شود. حالا مهیا کریم و در نزد کودکش در بیمارستان است ولی زیر نظارت شبانه روزی کارمندان حفظی حقوق قرار دارد. در عین زمان پزشکان و جراحی نوبتی مدثر آمادگی میگیرند. وزیر تندرستی کشور بعد رسانه‌ای شدن این خبر بعد دوربینی کودک رفته برای ادامه طبابت او مشورت ها داده است. مغفرت حسن و بیبی کودک در صحبت با رادیو آزادی گفته بود این سوزن ها را 1 ماه پیش زمان مشاهده کردند که مادر طفل هنگام خوراک دادن به او یکی از سوزن ها را در ملک دندانش پیدا کرده است. بعداً رنتگن سوزن ها را در کاسه‌خانه سر، پایان ناف، پایها، گردن و قفس سینه و جایهای دیگر جسم کودک آشکار نمودند. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. بعضی از صاحبکاران بازارهای دوشنبه اقدام تنظیم نرخ 16 نامگوی مواد اساسی خوراکواری از طرف دولت را استقبال میکنند، اما آنها میگویند نرخ باید طوری تنظیم شود که نه به جیب مردم آسیب برسد و نه به کیسه تاجران. تا کجا تصمیم حکومت تاجیکستان میتواند جلوی بالاروی نرخ‌های عضوخواری در بازارها را بگیرد؟ شادمانی یتیم تحقیق کرد. تاجران تنظیم نرخ محصولات اصلی سبد استعمالی مردم را از طرف حکومت امکان پذیر می‌دانند. از شیوه نادرست به کار انداختن این امر تشویش دارند چون که ضرر می‌بینند. صاحبکاران میگویند تنظیم نرخ محصولات نه در بازار بلکه از استحصال کننده شروع شود. اگر ارزان شود ارزان شود. برخی تاجران امیدشان به تنظیم دولتی نرخ در آن است که مقامات خرج انتقال مال و محصولات را به نظر میگیرد وگرنه با افزایش نرخ سوزشواری و بالا شدن حمل و نقل بار جز ضرر تاجران و زیاد شدن محصولات پس‌صفت در بازارها نتیجه دیگر نخواهد داشت. اگر اون بلند بار میکنه یا خاطر اول سه میوردن روزی 8 7 میوردن خاطر. خریداران ظاهراً از تنظیم دولتی نرخ محصولات آذوقه خوشحالند ولی تجربه چند سال اخیر نشان داده است که به طور اجباری نگاه داشتن نرخ‌ها باعث به میان آمدن محصولات پس‌صفت می شود. اکثر فروشنده و خریداران تجربه زمان شوروی را مثال می‌آورند که به نفع مردم بوده است. تعظیم باشد و به همه چیز کاری چیزی تعظیم باشد و نقصر میشه بچه جان. بیکار میشه. از خدای هم بیکار هم خرید بسون میشه هم روزی میشه هم بود. باز میشه بهتری میشه.
дар арафаи иду ҷашнҳо ки маъмулан дар бозорҳои кишвар арзиши маҳсулоти хӯрока боло меравад, мақомот борҳо талош карданд нархро танзим кунанд, вале муваффақ нашуданд. нархи 16 маҳсулоти ниёзи аввалияи мардум аз ҷумла орд, нон, маҳсулоти макаронӣ, гандум, биринҷ, картошка, сабзавот, қанди сафед, шакар, равған, маҳсулоти ширӣ, донагиҳо, гӯшт, тухми мурғ, намак, чой ва ғизои кӯдаконро аз ин пас мақомот таъину танзим хоҳад кард. фурӯшанда ҳақ надорад аз нархи муайян кардаи давлат онро бештар фурӯшад. дар ғайри сурат соҳибкор бар нафъи давлат ҷарима месупорад. шодмон ятим, озодӣ, душанбе. барномаро бо мавзӯи ҷаҳонӣ пай мегирем. дар Туркия даҳо мусофири як қатори роҳи оҳан натавонистанд ба манзил бирасанд. бинобар селу борон вагонҳои қатор ба садама дучор шуд. тибқи хабарҳои расида, мақомоти Туркия ба ҷои ҳодиса 100 мошини ёрии таҷҷилӣ ва чархболҳои наҷотдиҳиро фиристоданд. тафсилот аз Сарангези Наврӯзшоҳ. дар шимоли Туркия қатори мусофирбар аз хатти роҳи оҳан берун шуд. дар натиҷа дасти кам 24 нафар ба ҳалокат расида, 73 тани дигар ҷароҳат бардоштанд. садама дар канори шаҳри Чорлу ба амал омад. қатори роҳи оҳан бо 360 мусофир ба Истанбул ҳаракат дошт. худо ба шукр мо хубем, аммо бисёриҳо ҳалок шуданд. илтимос ба онҳо кӯмак кунед. вагони мо ва ҳам вагонҳои баъдӣ аз хатти роҳи оҳан берун шуданд. ҳалокшудагон ва захмиён зиёданд. мо афт дидем ва тавонистем тариқи тиреза берун бароем. тибқи маълумоти расмӣ боришоти пайдарпай ва сел боиси ин садама гардид. раиси ҷумҳури кишвар Раҷаб Таyyib Ердуғон ба хонаводаи қурбониён арзи таsalliят намуд. дар шабакаҳои иҷтимоӣ корбарони эронӣ ба духтари боздоштшудаи ҳамраҳӣ нишон дода наворҳои рақсиданашонро ҷой медиҳанд. мақомоти Эрон Моида Хуҷабрӣ духтареро дастгир карданд ки видеоҳои рақсидани худро дар Инстаграм мегузорад ва даҳҳо ҳазор мухлис дорад. телевизиони давлатии Эрон чанде пеш видеои Моидаро намоиш дод ки гӯё эътироф мекард кораш мухолифи арзишҳои ахлоқӣ буд, вале ҳадаф надошт дигаронро ба пайравӣ ба худаш ташвиқ кунад. ӯ тахминан 18 ё 19 сола аст. ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд ки эътирофи Моида зери фишор сабт шудааст. дар видеоҳое ки Моида Хуҷабрӣ дар саҳифааш дар Инстаграм гузоштааст, ӯ бидуни ҳиҷоб мерақсад. мақомоти Эрон гуфтанд қасд доранд чунин саҳифаҳоро дар Инстаграм бубанданд. суҳбате доштам бо Ҳумон Аскарӣ, ҳамкорам аз бахши фардои Радиои Озодӣ ки қазияи Моидаро пайгирӣ дорад. нахуст аз ӯ дар бораи сарнавишти Моида пурсидам. بله، بر اساس برخی از گزارش‌هایی که شهروند خبرنگاران در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند و همچنین بر اساس گفته یکی از نزدیکان مائده حجبری در گفتگو با صدای آمریکا، دیروز مائده با قید وثیقه، با پرداخت وثیقه آزاد شده و آخرین خبری که ما داریم این هست که دیگر در بازداشت نیست. بازداشتی Моида бо вокуниши шадиди корбарон дар шабакаҳои иҷтимоӣ мувоҷеҳ шуд. бисёриҳоро ба хашм овардааст ки ӯро ҳамчун таҳдид ба амният арзёбӣ мекунанд. суоли навбатии ман аз Ҳумон ин буд ки чаро аксуламал чунин сахт аст. خب گمانه‌زنی های زیادی وجود داره در این باره و بعضیا این رو ماهیت جمهوری اسلامی میدونن که اساساً با شادی مخالفه، اینطور که میگن، یا با زن بودن خیلیا میگن مخالفه، یا اینکه میگن کسی مثل مائده، یه دختر جوانی مثل مائده با اون الگوی زن اسلامی مورد نظر جمهوری اسلامی خیلی تفاوت داره. جوان زیباست، مستقل، درآمد کسب میکنه، جدای از خانواده، شاد، میرقصه، حجاب نداره. اینها تمام اون چیزهایی هست که مخالف گفتمان رسمی جمهوری اسلامی و اون قالب ایدئال جمهوری اسلامی از زن که میدونیم از در 40 سال گذشته چقدر تلاش کردند، میلیون ها دلار، میلیاردها دلار خرج کردند که به قول خانم مهناز افخمی که من چندی پیش با ایشون مصاحبه می‌کردم، وزیر پیشین امور زنان، میلیون ها دلار فقط صرف این شده که یک روسری، یک حجاب بر سر زن ایرانی باقی بمونه. و در نهایت از همون پرسیدم که Моидаро چی میتواند انتظار باشد؟ 4 سال زندان و 80 چلاق و به هر حال آزادی. در موارد این
خب عذر که مشکل تکنیکی پیش آمد و جوابی همان این بود که او احتمال دارد که به هر حال مایده به آزادی میبراید. خب همان عسکری بود که با ما صحبت میکرد و شما نیز بیننده عزیز اگر نسبت تقدیر مایده بی تفاوت نیستید پس میتوانید نوارهای رقصیدنتان را به azadi.org بفرستید. و ما رو میاریم به تاجیکستان. شکنجه و بدرفتاری نسبت بازداشت شده ها در تاجیکستان از پدیده‌هایی است که تقریبا هر ماه در سرخط رسانه‌های کشور قرار دارد. حادثه های هلاکت بازداشت شده ها بعد یک روزی دستگیر شدن در اداره های پلیس مایه جدی نگرانی حامیان حقوق شده است. بعضی از آنها پیشنهاد دارند که جزا نسبت اشخاص شکنجه شده پرزور شود. همکاران ما از نسل شیوریم این موضوع را پیگیری نمودند. عمری لطیپوف از احتمال لطکوب شدن برادرش فیضعلی لطیپوف در بازداشتگاه نگران است. از این خاطر او به مرکز دفاع از حقوق انسان مراجعت کرد. حامیان حقوق میگویند بعد بازپرسی پزشکان در وضع روحی او تغییرات را مشاهده کردند. دلیل‌های دیگری نیز گویا وجود دارد که شکنجه شدن این نفر را در پشت پنجره ثابت می‌کند. من شخصا خودم چند تا عریضایی که در پروکراتور دادم، چند جای دیگر وای کردم عریضا را جوابش اومد تا خانه را اومدن رسیدن. تفتیشات پروکوروری گفتیم تفتیشات پروکوروری حالا رفته است. همین را من میخواستم که خوبتر انالیز کنن، خوبتر تحقیق گذارونن. دلشادبک مرادوف هنوز سال 2009 بر اثر شکنجه در زندان هلاک شد. خواهر او میگوید مادرش برای برقراری عدالت و مجازات کارمندان محبس تلاش داشت. او نتوانست به عدالت دست یابد و سال 2016 از دنیا درگذشت. پاسخ‌های یکسان و منفی بودند و مثل کافی نبودن دلیل و یا اثبات نشدن شکنجه. در سال 2011 به سازمان‌هایی که به قربانیان شکنجه کمک می‌رسانند 18 مراجعت وارد شد. اما نه همه آنها خواستار رسیدن به عدالت بودند. معمولا اگر آثار شکنجه چندان وزنی نیست، پیوندان قربانی هیچ کجا مراجعت نمی کنند، زیرا نمی خواهند با مقامات انتظامی سر به سر شوند. بیشتر نمایندگان حکومت برای جنایت‌های صادر کردهشان مسئولیت را احساس نمی کنند. علاوه بر این جامعه شهروندی ضعیف است. همه این باعث می شود که هر سال تعداد نفران شکنجه شده در کشور افزون شود. طبق قانونگذاری تاجیکستان برای گناهکار اعتراف کردن نفر به شکنجه اقرار کردن جرم از طرف متهم کفایت می کند. اما اگر مثل بعضی کشورها این عمل یعنی خود عیبدار کنی از قانون جنایی بیرون کرده شود، ثابت کردن جرم کار آسان نخواهد بود. از همان مشکل اثبات نشدن موردهای شکنجه است. قربانیان و یا پیوندان آنها خیلی دیر مراجعت می کنند. در این صورت ما حتی نمی توانیم این ذلت و کوب و شکنجه را پیدا کنیم. حامیان حقوق پیشنهاد دارند که باید با وارد کردن اصلاحات به قانون جنایی عفو انتظامیان گناهکار در شکنجه ناممکن شود. در این برابر باید کسبیت مفتشان را بالا برد تا در رفت کارهای تفتیشاتی از شکنجه کار نگیرد. و روکیروی نقلات مسافربر جمعیتی در ولایت سوغد از 10 ایول از 20 تا 30% بالا خواهد رفت. اسلام اولیویف رئیس اداره نقلات ولایت سوغد روز دوشنبه 9 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت که از روی نرخنامه نو راهکیروی نقلات مسافرکشانی داخل شهری و مرکز نویه‌ها 30% بالا برده شده. مثلا در خوجند راهکیروی میکرواتوبوس 1 سومانی بود، از فردا 1 سومانی و 30 درم خواهد شد. و با امیدی که شما بیننده عزیز روز خوبی داشته باشید، برنامه امروز را انجام میدهیم و خبر و گزارش های بیشتر را شما چون همیشه میتوانید در وبسایت ما www.azadi.org و در آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. من شما را فردا با نشر نوی برنامه خبری منتظر میشوم. بعد تا اون زمان خدا نگهداری هر یک شما.